خزرج اوس هم دیگر مصلحت کردن گفتم حضرت صلی الله علیه و سلم پیغمبر خدا اگر رفت است بگذار هر قوم سعیدی خچه داشته باشه امیری خچه داشته باشه و با سعد بن عباده رضی الله تعالی عنه بیعت کرده استند انصار بله انا کی خبر به حضرت انا کی رسید به حضرت عمر کی در سقیفه بنی سویده علیه بیعت کرده استند بعد از ابوبکر صدیق گرفته اونجا دیگه جایی تری همه را جمع کردن و مشورت کردن نبود خیست اومد پیشو که شما چیکار میکنید در بین مسلمان‌ها تفریقه میشود این کار شما مقصد غلطه با گفتن همین خیلی ما بخدمون سروان انتخاب کردیم شما مهاجرو بخدمون سروان انتخاب کنید بعد حضرت ابوبکر صدیق گفت که آخر رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت است الائمه من قریش امام ها از قریش میشوند آخر سعد بن عباده شخصی بزرگی خزرجی این مقصد از عرب های عریبه حتی مستعربه هم نیست بعد همین وقتی حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیگر مقصد تغییر خوردن بعد حضرت عمر گفت که یا غریب رسول الله صلی الله علیه و سلم دست درست گفت بیعت کنم حضرت عمر که بیعت کرد همه اینجا مقصد که یگان نعوذ بالله یگان چریزبوزی و یگان گپ نشید است اخی مردم انصار اومدن خاطر حضرت ابوبکر صدیق بیعت کردن به خاطر آن که همتری از فرصت طلب و استفاده نه برای بین مسلمانان تفریقه نه اندازان شده میگه این چیزی که عیانی است که میگم او اصلش اگر بگیری در جایی که ابوبکر صدیق بود هیچ کس جرأت نداشت که در نماز پیش بدروید هیچ کس جرأت نداشت که گپی زیادی بگه چیزی هست که یقینی تاریخی است رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی که می نشست در پهلوش ابوبکر صدیق بدوید جای ابوبکر هیچ که گرفتگی نیست یاخی در 13 نماز حضرت ابوبکر صدیق در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم مسلمانان را امامتی کرده گیاد حتی وقتی حضرت بیمار بودی در صحیح بخاری اومده گیاد گفت که کجا ده ابوبکر صدا کردم نماز مردم بخونه و بی عایشه مادرمون نگاه گفتم که یا رسول الله اون همه بسیار دلش نازکی بعد گریه بسیار میکنه نمیشه و یک کسی دیگر را تعیین کنه خاموش شما کاری هم برادرای یوسف کرده است یوسف علیه السلام صدیق فیرود کنه صدیق پیش بدوید وقت در حدیث صحیح اومده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفت که بعد انبیا بعد پیغمبرها آفتاب بر شخص بزرگتر از ابوبکر صدیق نتافته است یا چی جوری گپایی آخری مسئله که من حضرت علی یک مدت بیعت نکرد واقعا با او خاطر بود که گفت که شما ما را آگاه نکرده ما در اهل بیت با مقصد که گور و چوب پیامبر صلی الله علیه و سلم مشغول بودن با غسل دادنش مقصد با آماده کردنش غسل پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط اهل بیتش انجام دادن حضرت عباس سردار بود دو پسر عباس فضل و قسم در اونجا شرکت داشت حضرت علی خود به خود بدن اما از جمله در قبر گذاشتن همشون خود چو کردیم 3 روز گذشتگی ای همین کار 3 روز از بین گذشتگی برای همین حضرت علی گفت که باید شما صبر میکرده خیر اما یکی جو بدونه که چی واقعه و چی گپ شد اما این جای شک نیست اومد با حضرت ابوبکر صدیق بیعت کرد تو آخر صادق مونده است حضرت این جای شک نیست با حضرت عمر همون روز بیعت کرد همین وقتی که حضرت ابوبکر تعیین کرد عمر را بیعت کرد است یه جای شک شبهه نیست اگر دعوا میکرد همونجا دعوا میکرد خیلی میره همون خجالو میگم در همین جنازه حضرت عمر در جنازه حضرت عمر روایت عبدالله ابن عباس در صحیح بخاری اومده است عبدالله ابن عباس پسر عمک حضرت علی میگه ایستادگی بدیم همه موزیق همیتا که میگه یک کس اومده دستش میگه دهمیت در پشت ما او برای پیش نگه کنی دسته میمونه که در پشت یک کس و اگه خدا رحمت و مغفرتت کنه کسی یک گل دون یا کسی دستش در پشت مانده گفت که خدا رحمت و مغفرتت کنه یاری پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار وقتا گفت از حضرت میشنیدیم که گفت جئت انا و ابوبکر و عمر اومدم من ابوبکر و عمر دخلت انا و ابوبکر و عمر
خرجت انا و ابو بکر و عمر. حضرت صلی الله علیه و سلم همیشه هر دو برابر ذکر میکرد. فلان جو اومدیم همراه ابو بکر و عمر، ای فلان جو خارج شدیم همراه ابو بکر و عمر. همه حالت همه واقعه را دیدیم همراه هم ابو بکر و عمر بود. و میگن نگاه میکنم که حضرت علی هست. حضرت علی هم میگه این در صحیح بخوری اومده گه سبحان الله. برای اکه متاسفانه فتنه‌گرا بسیارند. تو حاضره. همین مقصد نیت در بین مسلمانان اینطوری یک رخنه انداختن. بچه‌ای که سوادی کافی ندارن بعد میگه پورا میشنون بعد در دلشو علوم میگن تا که ای بچه ای طریقه بوده است ای طریقه بوده است هیچی گپ نیست. خدا رحمت کنه شیخ عطورا میگه ای کلاف از عقل از لب میزنی پس چرا آدم در تعصب میزنی؟ دعوای عاقلی میکنی، دعوای صاحب علم داشتن میکنی، ولی چی به تعصب گپ میزنی؟ در خلافت مایل نیستی به خبر. مایل کی آید زی ابوبکر و عمر؟ در خلافت اسلامی چرز نیست، این مایلش چرز ای. از حضرت ابوبکر و حضرت عمر تصور کرده میشه اگه چرز بازی کنن. مایل اگر بودی بر این دو مقتدا هر دو کردن پسر رو پیشو. اگر یکی چرز بازی میکردن حضرت ابوبکر صدیق دو پسر نازنین داشت، یکیش به نام عبدالرحمن اکی نمی بیبی عایشه خطیب بیبی عایشه ایا مادران و یکیش عبدالله دادری اسماء. چی با فرزندوی خچه نکرده حضرت عمر کرد؟ حضرت عمر که اوخی چرز بازی میکرد سبحان الله هر یا بچه داشت که سبحان الله هم شیردل بدن هم شجاع بدن هم عالم بدن. یکی از عالم ترین صحابه پیغمبر پسر حضرت عمر عبدالله ابن عمر. اما وقتی که زخمش زدن دید که مقصد شیرش ورنه خورد که اشکامش بومد گفت خیلی کاری من خلاص شده. بعد گفتن یا امیرالمؤمنین در جاد یک کس تعیین کن همچنانه که حضرت ابوبکر صدیق ترا تعیین کرده بود. من گفت کی را تعیین کنم؟ کی را تعیین کنم؟ اگر گفت ابو عبیده جراح زنده میشید ابو عبیده هم میکرد. امین امت های حضرت ابو عبیده. یک نفر از میان مردم گفت که پسر عبدالله را بکن. گفت خاموش فتنه‌گر. گفت مردی که زورش بزنی خودش نمیرسه چخیل من امور مسلمانان را در اختیارش بکنم. پسرش هم میگه یا یودای زنی خودش نمیبره میگه یک جای مسلمانان را همه را اداره میکنم. بعد همین نومی همی 6 نفر گرفت حضرت که همی همش ارزنده همی بگذار بین خود مصلحت کنن همی 6 تا یک طرح تعیین کنن. و چخیل این را تهمت میزنه که نعوذ بالله یا چرز بازی کردن یا مقصد شناس بازی کردن. گر کنی تکذیب اصحاب رسول قول پیغمبر نکردستی قبول. گفت هر یاریم نجم روشن است، بهترین قرنها قرن من است. اگر که رد کردی تو سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم رد میکنی که حضرت گفت اصحابی کالنجوم فبأیهم اقتدیتم اهتدیتم. اصحاب من مثل ستاره به هر کدامش انشالله اقتدا کرده هدایت مییابه. گفت هر یاریم نجم روشن است، بهترین قرنها قرن من است. بهترین چه نزد تو باشد بتر، کی توان گفتن تو را صاحب نظر. و میگه دایما صدیق از بی راه بود، فارغ از کل عازم درگاه بود. مال و دختر کرد بر سر جان نثار، ظلم نکند این چنین کس شرم دار. در عمر گر میل بودی ذره، کی پسر کشتی به زخم دره. همون ابو شحمر روایت چه همه شنیدگی اوخی. میگه ای پسر تو بینشانی از علی، عین یا و لام دانی از علی. ناشوی تو علی را نمیشناسی. میگه تو همین خمدونی علی که علی با عین لام یا نوشته میشود. چند گویی مرتضی مظلوم بود، از خلافت راندن محروم بود. چون علی شیر حق است تاج سر، ظلم نتوان کرد با شیر پسر. با شیر ظلم کرده میشود. رو به حق میتونه که با شیر ظلم کنه از برای خدا. مرتضی رو میمکن با خود قیاس، زان که در حق غرق بود آن حق شناس. تو حضرت علی را با خودت قیاس نکن. میگه
حضرت حق شناس بود، در حق غرق بود، مرد الله بود. او صحابی بزرگ پیغمبر های داماد پیغمبر صلی الله علیه و سلم، امام اهل سنت و جماعه و امام مسلمان های. این خیلی مردی خدا بود. چون که آن بدبخت آخر از قفا ناگهان آن زخم زد بر مرتضی. مرتضی را شربت کردند راست. مرتضی گفتا که خونریزم کجاست؟ شربت او را ده نخست آنگه مرا. وقتی آن بدبختی ابن ملجم میگه حضرت صلی الله علیه و سلم زخمش زد که از کف و بر سرش، براش میگه برای حضرت یک شربت درست کردم. سو افزاش به جا بود، خون به حد زیاد رفته بود. و میگه حضرت چشموش رو باز کرده، گفت همون قتیلی من کجاشی؟ همون آدم بیزر بزدگی، همون را برای بته که او ترسیدگی های سخت ترسیده است. شربت تو رو ده نخست آنگه مرا، زان که او خواهد بودن همراه مرا. او همراه مای گفت شریک مای، اول او را بته. شربتش بردن، او گفت این قهر حیدر اینجا خواهدم کشتم و زهر. وقتی شربت بردنش خونه سوخته ها دل کسی های گفت این علی در دروی زهر فرمیده است دختیت کشتنی ما یک. اگر این لعنتی او کتره و کشا کجا میشه؟ او کتره رو با کجا میشه؟ تو در چنگ علی و فرزندای علی. همین حقیقتا همین هر کس چه خیلی که باشه دلش همون خیلی قضاوت میکنه. سحر یا شیخ نماز رفته است، هوای سردی خنک چه پیچون دست بیچاره در هوای سرد در قبلش یا دز میگروید. او دز کجایی را زد است، در بیخی بغلش پر کرده است، اونم همچنین پیچوندگی اومده است. شیخی را میبینه میگه بیچاره را بینه بیشتری گرم تر کرده است، مسجد نماز خونه رفته است به خاطر الله. ای خوله سوخته میبینه، این خوله سوخته را میگه کجایی را زد، کجایی را زد است، اون در تای کشش پر کرده. حسن الظن من حسن العباده، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه گمان نیک از عبادت نیک بشود. مرتضی گفت تا به حق کردگار، گر بخوردی شربتم آن نابکار. من همه ننهادم به او به هم، پیش حق در جنت المأوا قدم. گفت قسم به الله اگرم میخورد این در ذمه من حق داشت. او برای آبی ما را نوشید است داخلی. فردا روز قیامت من به این داخل جنت نمیشیدم، میبخشیدمش پیش پروردگار. ببین اگر به شرط میخورد میگی کسافت هم ببینیم که گمانش بعدی هست که نخوردم اون را. من میگم با عدو چون شفقتش چندین بود، با چه صدیقش هرگز کیم بود. و وقتی مردی که دشمنش قطعی قدر شفقت داره و دوستی پیامبر یاری غاری پیغمبر که قصهش در قرآن اومده است میتونه که عداوت کنه. وقتی قسمی سوخته و بیخته یعنی خیالاتی نمی بدبخته های برای این مسئله را فهمیدم چقدر آموختم در قرآن. سرسرکی نمیشود. میلای همون ذهنه که خیچون همون دیدی خوردی خیچو قضاوت میکنن، البته خطا میکنن. من هم توصیه میتونم که مردم که چقدر بخونم، کشوتر نگاه کنم، مأخذی بیشتر باید نگاه کنم. طریق عقوبتی نمیشه. در یک چوب یک قرباقه زندگی میکرده است. ایمی کولیدکیش در همونجا وطنش همونجا دیگه جای دیگر زندگی نیست. یک وقت همه او بلند میشود، دریا به همون سطح چوب برابر میشود. یه موهی میاد در دوی همون چوب میزنه که او پس میشود. بیچاره موهی میمونه دیگه در دوی چوب. دیگه ایروی ظلمات به همون قرباقه رفیق میشود. با هم دیگر قصه میکردیم، هیچ جلو دیگر نیست میکنم هر دشان. و یه روزی قرباقه میپرسش که برادر خیلی وطن های ما را دیدی اینا به هیچ رو میزنه وطنی تو که جوه که وطنی خیلی قصه من مهم میگه که وطنی من آبهای نو پیدا کنار همه آبهای روستا بگره شیرا میکنی در سخنان میرسید و این قرباقه های دیده یک قچونه میدونم ها میتونه پاه میکنن همون خیلی قچونه یک پاه میکنن میگه همه کاسته اوبی وطنه میگه که این مردکی خوب همه تو شب شینا میکنی به ساحل نمیرسی و وطنی ما اوشکالون های با یک قطعه دیگه میزنه یک 2-3 متر میفرویه پایون و میگه همه قهست و میگه این خونه ها بود
اوخی این وطنی تو یک قطره نمیشه در پیش او بی وطنی ما. ای تو دیوونه ای تو چی؟ تو همین را وطن گفته گشتی بخصه این چیه اوخی خودش؟ من میگه تو رو تسیوم میکنی بیچاره جورا ندیده است. نه این همون چوبی جورا ندیده است در دنیا اوخی. همونجا توانه چیز است همونجا کلوزه رو تسیوم میکنی تو دراغوی میگن. هم یک گفی دیگه بوی خفت میکنی. قطعی خونه سوتا چی بگرید بیچاره؟ خب چند مدت پس با همین قدرت خود او بلند میشه او بلند میشه با سطح چوب برابر میشه با این موقع قرباکه را میگه ای باشه بیا یا دریای روشن نشونت بتونم میستید همینجا خیلی بیا بپر برو میبرویان او اول جبورچه رفته است بعد دریا میشه و این قرباکه دیگه میگه که تو چند پم شده است او سرعتش تیز شده است بخش ساحل میکشه این موهی را خدا دو دست رو دیگه پریده و جهیده و اکم ای بچه کجا میره همین اوه میروان دو وطنی ما میریزم بیو بریم اکم شو رو دو وطن ما که الحذر بگه چه میکشه قرباکه میگم بیا خیرش متاسفانه انم نقش قرباکه را در جامعه عروض میکنم همین دیدی اندکی خشوقت قضاوت میکنم کار خیلی وسیع تر از این است الله شش کسی گفتی اختیار کرد حضرت اما کیان نموش حضرت عمر وقتی که امو حس کرد که خلاص دیگه که اما طبیبا همه در علاج کار عاجزن ای دستیش که هیچ کار سخته نیست تقدیر آمد دستیش نام 6 نفر را گرفت عثمان رضی الله تعالی عنه علی رضی الله تعالی عنه عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه زبیر رضی الله تعالی عنه و طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه این شخصایی را که حضرت نامش گرفت این شخصیت ها عشره مبشره اما 10 نفری که پیامبر در وقت حیات بودنش اینا را بشارتی به جنت داد 6 نفر بسیار شخصیت های بزرگ در بین مسلمان ها از همه معروف ترین از همه بزرگترین از همه قدری بیشتر داشتگی ترین هر کدومش گفت انشالله امکان خلیفه شدن دارن هر کدومش شانس داره همین 6 نفر را گرفت بزرگی مرد را ببینید اگر یک کس هم میگفتن این رفیق شای این جوره شای این فلانه این بسمدانه این همیشه دومی 6 کس را گرفت با تاکید بیده گفت در یک خونه محکم شو کنه تو یک نفرش انتخاب نکنن سرشو نته حتی در جنازه حضرت یا نرفتن یا هر کدومش حق پیش در اومدن داشتن جنازه حضرت عمر صهیب خونده است صهیب رومی رضی الله تعالی عنه ای حضرت های مشورت مصلحت خدای بزرگ که همین مقصد که این تقدیر الهیه و یک شخصیت حقیقتا ارزنده و شایسته حضرت عثمان ذوالنورین انتخاب کردن در همون حجره حضرت علی را قطعش بیعت کرده است این فتنه ها به بعدها پیدا شد در ابتدا الحمدلله هیچ کم نبود حضرت عثمان هم سیاست شیخی را میبود همون سیاست بود الحمدلله بعد مقصد دارم مردمی که در دل کینه داشتن کدورت داشتن فرصت بپاییدن که یک بلا کنیم در بین همین مسلمان یا رخنه ایجاد کنیم همون خانه سوخته بعد میده این همین فتنه رو هر جا سر کردن حقیقتا زمان نیمه دیمی زمان خلافت حضرت عثمان و زمان خلافت حضرت علی هم دیگه زمان فتنه ها بود فتنه زیاد شد اهل خوارج نه اهل خوارج بله نه فقط خوارج جالبی اون بدبخت عبدالله ابن سبع یهودی علاقه فعالیتش سر کرده بود مردم هر خیلی قوم های هر خیلی فرصت طلب زیاد بودن جای اومد است که پیامبر نماز میکنه اما دست راسته حضرت عمر طرف دست چپ شده مردم میگه که روز قیامت خیسه دست دو نفر بگیر حدیثی صحیح اومده است امام حاکم در المستدرک علی صحیحین به شرط شیخین روایتش کرده است حضرت گفت که اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر و اهتدوا بهدی عمار و تمسکوا بعهد ابن ام عبد بعد سری من بعد بزرگمرد اقتدا کنه با ابو بکر و عمر
و از هدایت امور استفاده بری امور ابن یاسیر و چند بزنه به فتوای عبدالله ابن مسعود. حقیقتا عبدالله ابن مسعود فقیه امت ایوخی. ابوبکر و عمر یو شیخین جای گپ نیست. اینو وزیرای پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن. روایت صحیحی خیلی زیاد داره که حضرت صلی الله علیه و سلم بعد ادای فرض خفتن که عادتا بعد فرض خفتن تاکید کرده است که خواب کنه مردم نماز باید خواب کنن نه کرده که همیش سمر از صحبتای شمونه همراه ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما خلوت میکرد حضرت همین امور مسلمانان را حل و فصل میکردن میشیشتن مشورت میکردن که مقصد کدام کارش درسته رای بهتر رای خوبتر هیچ جای شک نداره. برای میگو بعد سری من با ابوبکر و عمر اقتدا کنه مسلمانان را. اگه حضرت عمر ابن یاسیر را هم میدونه اخی. عمر ابن یاسیر یک مردی سرسپرده خدا و پیغمبر بود، یک شخصیتی بود که در همین جنگ بین مسلمان شد که جنگ صفین حضرت عمر ابن یاسیر از طرف حضرت علی بود، سرلشکری پیاده ها بود. این پیاده ها را سردارشون حضرت عمر ابن یاسیر بود. با روایت همراه اویس قرنی در یک روز شهید شده بود. وقتی که حضرت عمر ابن یاسیر شهید شد همه غم و اندوه در همه غلطید از جمله در لشکر مقابل. حتی همه حضرت عبدالله ابن عمرو ابن عاص پسر عمرو ابن عاص گریه کرد پیش پدرش اومد گفت این لشکری باقی است. من فریب خوردم و قدیم امروی لشکری باقی غلطیدم. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت که یا عمار تقتل کلفیئة الباقیه. من خودم شنیدم که حضرت گفت یا عمار ترا لشکری باقی میکشه. تو همین درجه را اومده. حتی میگه حضرت معاویه عمرو بن عاص گفت که بچه‌ت خواب بدون فتنه ندوزه. بعد میگه عمرو بن عاص گفت اوکی ای بای خیلی شای او کی میگه که بیا در چی بدوزه باقی او هستن میگه زیاد شده. نه که همین مقصد از این سخنی است که همه غم و اندوه و مصیبت در لشکر اینا مقابل هم غلطید. اما کسایی که با عمرو بن عاص جنگ میکردن او برای این صحابی پیغمبر این شخصیت بسیار بزرگ ای اخی بودن هم در نیست و چند بزنه با